مفتش دادستانی نویای شامنصور امامعلی سعیدزاد کارمند خبرگزاری آزیا پلیوس و دوست نزدیک عبدالله غربتی را چند ساعت بازپرسی کردند. مقامات تا حال موضوع را شرح ندادند. همکاران امامعلی سعیدزاد گفتند بازپرسی این روزنامه‌نگار بگاه روز 24 ایون سال 2022 صورت گرفته است. دو مسئول خبرگزاری آزیا پلیوس به رادیو آزادی گفتند بگاه 24 ایون چند کارمند دادستانی نویای شامنصور به دفتر کاری خبرگزاری آمده امامعلی سعیدزاد را سراغ کردند. امامعلی در دفتر کاری نبود. به او زنگ زده گفتند که باید حاضر شود. کارمندان دادستانی یک ساعت زیاد با امامعلی در دفتر کاری صحبت کردند. بعد گفتند که برای پر کردن بعضی پروتکل ها باید با آنها به دادستانی رود. در خبرگزاری آزیا پلیوس گفتند بازپرسی امامعلی سعیدزاد در بنای دادستانی 3 ساعت دوام کرد و او را ساعت 11 شب جواب دادند. خود امامعلی سعیدزاد بعد بیرون شدن از بازپرسی از صحبت خودداری کرده است. همکارانش گفتند در دادستانی از او بیانات گرفتند تا جزئیات بازپرسی را آشکار نکند. همچنین تلفن دلیر سعیدزاد را سند کرده گرفتند و وعده دادند که آن را برمیگردانند. امامعلی سعیدزاد 24 سال دارد و برای آزیا پلیوس گزارش‌های ویدیویی آماده می‌کند. سعیدزاد یکی از دوستان نزدیک روزنامه‌نگار عبدالله غربتی بوده. بعد بازداشت عبدالله غربتی و دلیر امامعلی در شبکه‌های اجتماعی با حرارت از این دو همکار خود حمایت و آزادی بی قید و شرط آنها را طلب می‌کرد. عبدالله غربتی و دلیر امامعلی روز 15 میلیون سال 2022 در پی بحثشان با دادستانی نویای شامنصور پرویز اشوریان که پسر وزیر عدلیه مظفر اشوریان و داماد رئیس دادگاه عالی شیر محمد شایان بوده است دستگیر شدند و روز 18 میلیون با قرار دادگاه نویای شامنصور برای 2 ماه به حبس گرفته شدند. عبدالله غربتی به حمله به کارمندان میلیس نویای شامنصور ایبدار می شود. خود او این اتهامات را بافته می نامد و شدیداً رد می کند. دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی، پهن کردن خبر بر دروغ و به همکاری با سازمان‌های ممنوع ایبدار می شود و مقامات به دلیل اتهام اخیر به پرونده او مهر مخفی زدند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 دو سازمان فعالیتشان فعلا در تاجیکستان ممنوع با آنها یگان نوع همکاری داشتن خود را سازمان‌های بین المللی از جمله خبرنگاران بدون مرز و هیومن رایتس واچ حبس عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را به فعالیت کسبی آنها ربط داده از حکومت تاجیکستان رهایی بلافاصله هر دو را طلب کرد. در جامعه تاجیکستان حبس این دو خبرنگار آشکارگو موج واکنش‌های اساساً منفی را به بار آورد. بسیاری این را نمی‌فهمند که چرا حکومت به خاطر عقده‌ها و غریزه‌های یک دادستان کوتاه‌اندیش آبروی خود را در سطح بین المللی زیر سوال می‌گذارند، حتی اگر این دادستانی پسر وزیر و داماد رئیس دادگاه عالی هم باشد.